در مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی پیمان بخشیده به روز مدافع گرانجدنی چاره‌بینی برگزار گردید. با برابری صدا دادن بانگی خطر احتمالی حالت اواکاسیونی، نمایش عملی گروه‌های غیر نظامی و شعبه حالت فوق‌العاده خدمات طبی پیشگیری با اجرای خوانندگان گذرانیده شد. بر اثر آتش گرفتن بینای مؤسسه دسته نجات دهندگان که خوانندگان صنف‌های بالایی نقش آفریدند، آسیب برداشتگان را به جای بی‌خوف برآوردند. دسته گروه یاری طبی که از خوانندگان مؤسسه عبارت بود، به آسیب دیدگان کمک اولینی خود را رسانیدند. مقصد از گذراندن چاره‌بینی مذکور بلند برداشتن دانش خوانندگان و رسانیدن کمک سریع هنگامی به عمل آمدن حالت‌های فوق‌العاده به حساب می‌رود. همچنین در چاره‌بینی نماینده از معارف شهری خوجند اشتراک داشت. همزمان بخشیده به این سنه در مؤسسه در موضوعهای حالت‌های فوق‌العاده مشغولیت‌های تعلیمی با صنف‌های دوم و ششم گذرانیده شد. این کار به خاطر از سن خردی خوانندگان را به همه ناخوشی‌های طبیعت، حالت‌های فوق‌العاده آماده نمودن و ملکه عملی و دانشی آنها را مستحکم کردن روانه شده است. با مقصد اجرای فرمایش ریاست معارف ولایت سوخت تحت رقم 100 از 12/04/2021 و فرمایش شعبه معارف تحت رقم 150 از 19/04/2021 و فرمایش مؤسسه تحت رقم 54 از 22 اپریل 2021 امروز در مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی پیمان شهر خوجند روزی مدافع گرانجدنی برگزار گشته شده است. مقصد از گذراندن این چاره‌بینی فهمانده دادن تدبیرهای عمومی دولتی و محافظتی که بهر حمایت اهالی اقتصادیات حدود تاجیکستان در حالت‌های فوق‌العاده روانه شده است میباشد. در چاره‌بینی خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه فعالانه اشتراک نمودند. دانستن مدافع گرانجدنی به خوانندگان امکانیت می‌دهد که همیشه به آفت‌های طبیعی آماده باشند. خوانندگان مؤسسه ما در آینده تونند که در حالت‌های فوق‌العاده چطوری که در برنامه دولتی گذرانده میشد برداشتن ملکه بلندی که یاری اولی تعجیلی و یاری اولی طبی گذراندن آنها در مؤسسه جاری است. چنین چاره‌بینی عملی با خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی پیمان نیز گذرانیده شد. همه سال در کشور در تمام مؤسسه‌ها روز مدافع گرانجدنی با مشق‌ها و عملیات‌ها گذرانیده می‌شود. گزارش گنجینه عالم و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.